به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و جذاب شروع میکنیم. خیره به خورشید یا غلبه بر هراس از مرگ. موضوع رمان، داستان خارجی، هستی شناسی و روانشناسی عمومی هستش. نویسنده آقای آروین د یالوم هست و مترجم آقای مهدی قبرایی یا قبرایی هستش و انتشارات نیکونش در سال 1389 این کتاب رو چاپ کردن. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو با همدیگه کشفش کنیم. این کتاب رو برای این شروع کردم به خواندن که هولوش 1 هفته قبل به سر آقای آروین د یالوم مرگ خودخواسته رو انتخاب کردن یا همان خودکشی رو. این کتاب هراس و یا ترس از مرگ رو به بیننده نشون میده و فکر میکنم کتاب جالبی باشه. جدا از همه اعتقادات و فرهنگ ها، من فکر میکنم اگر از لحاظ معنوی و متافیزیکی نگاه کنیم، روح‌های خیلی زیادی در انتظار این هستن که به زمین وارد بشن و در عالم زر ما انتخاب کردیم که بیاییم و روی زمین زندگی کنیم، پدر مادر خاصی رو انتخاب کنیم و در موقعیت جغرافیایی خاصی زندگی کنیم. این زندگی آنقدر زیبا هست که میتونیم ادامهش بدیم و اون لحظه که خداوند خواسته عمر ما به پایان برسه همون لحظه باشه و ما قبل از اون اقدام به مرگ روح و جسم خودمون نکنیم. امیدوارم که ایمان در قلب و جان همه ما جاری باشه. من ایمان رو نور بسیار روشن و حتی کوچک در دل قلب و در دل مغز تصور میکنم که میتونه احساس کنه و میتونه فکر بکنه و راه‌های جدید و زیبایی برای زندگی کشف کنه. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو با هم دیگه ورق بزنیم. نوشته کوتاه رو در مورد نویسنده کتاب برای شما میخونم. آروین د یالوم نویسنده و رواندرمانگر امریکایی است. او در 13 ژوئن سال 1931 در واشنگتن دیده به جهان گشود. او تحصیلاتش را در رشته پزشکی آغاز کرد و در رشته روانپزشکی ادامه داد. یالوم در دانشگاه‌های بوستون و جورج واشنگتن تحصیل کرده است. او بنیانگذار رواندرمانی اگزیستانسیال یا وجودی است. ایده‌های گرانسنگ یالوم تحولی عظیم در رواندرمانی ایجاد کرده است. او رمان‌نویس قهاری است و به کمک این نوع ادبی آرا و نظریاتش را به عموم مردم ارائه داده است. وقتی نیچه گریست، درمان شوپنهاور، مسئله اسپینوزا، رواندرمانی اگزیستانسیال یا وجودی، خیره به خورشید، دروغگویی روی مبل و مامان و معنای زندگی از جمله آثار محبوبی است که یالوم منتشر شده است. آثار داستانی و غیر داستانی است. او در ایران به عنوان نویسنده رمان‌های روانشناختی به ویژه رمان مشهور وقتی نیچه گریست شهرت دارد. یالوم جایزه انجمن روانپزشکی امریکا را در سال 2002 میلادی دریافت کرد. یالوم برای شرح تجربیات درمانی و ثبت آنها و همچنین برای کمک به روان انسانها کتاب‌های داستانی و غیر داستانی نوشته است که همواره دیده و خوانده شده‌اند. او به گفته خودش برای نوشتن کتاب‌های معروفی همچون وقتی نیچه گریست و دشخیم عشق که آمیزه‌ای از روانشناسی و فلسفه هستند از چیزهای الهام گرفته است. نخستین کتابی که یالوم به صورت رمان نوشت هر روز کمی به هم نزدیکتر در سال 1974 نام داشت. رمانی که با استفاده از تجربه‌هایش در جلسات درمان با بیماران آن را به شیوهی جذاب و به کمک دوراوی روایت کرد.
در سینما نیز فیلم‌هایی با الهام از آثار آروین یالوم ساخته و منتشر شدند. فیلم مستند پرواز از مرگ، وقتی نیچه گریست، که دیدار خیالی فریدریش نیچه فیلسوف آلمانی و یوزف برویر پزشک اتریشی و رابطه پرفراز و نشیب آنها را روایت می‌کند. لطفاً با من همراه باشید تا گوشه‌هایی از این کتاب زیبا رو برای شما بخونم. دو سه خطی رو مترجم نوشته که در ابتدای کتاب براتون میخونم. سخت میگیرد جهان بر مردمان سختگیر، برای همه آنان که به خود و دیگران سخت میگیرند و برای مرد ناشناسی که این کتاب را از سفر هدیه آورد. مترجم. بخش اول. جراحت مرگبار. اندوه به قلبم ره می‌گشاید، از مرگ می‌هراسم. گیلگمش. شعور محبت بزرگی است، گنجینه گرانبهایی مانند خود زندگی است. انسان به شعور از موجودات دیگر متمایز می‌شود، اما این شعور به بهای گزافی به دست می‌آید. جراحت مرگبار هستی ما تا ابد تحت شعاع دانستن این نکته است که می‌بالیم و به اوج شکوفایی می‌رسیم و روزی ناگزیر پژمرده می‌شویم و می‌میریم. از ابتدای تاریخ تا کنون فکر فناپذیری در جان ما ته‌نشین شده است. 4000 سال پیش گیلگمش قهرمان بابلی در مرگ دوست خویش انکیدو با جمله‌هایی که در سرلوحه آمده اندیشیده است. تاریک شده ای و صدایم را نمی‌شنوی. به گاه مرگ آیا من همچون انکیدو نمی‌شنوم؟ اندوه به قلبم ره می‌گشاید، از مرگ می‌هراسم. گیلگمش از زبان همه ما سخن می‌گوید. یکایک ما از مرد و زن و کودک نیز مثل او از مرگ می‌ترسیم. ترس از مرگ در بعضی از ما غیر مستقیم بروز می‌کند، چه به صورت بیقراری مدام و چه به شکل پوشیده در قالب نشانه بیماری روانشناختی دیگر. دسته دیگر یک رشته نگرانی آگاهانه و آشکار درباره مرگ بروز می‌دهند و برای عده‌ای ترس از مرگ به صورت هول مهیبی در می‌آید که مانع هر گونه شادی و امن می‌شود. هزاران سال است که فیلسوفان متفکر می‌کوشند جراحت فناپذیری را تلطیف کنند و در ساختن زندگی هماهنگ و توأم با آرامش به یاری ما بشتابند. کار من روان درمانی است و افراد زیادی را که با اضطراب مرگ درگیر بودند معالجه کردم. در جریان کار متوجه شدم که حکمت باستانی، به خصوص حکمت فیلسوفان یونان باستان، امروزه نیز مناسبت دارد. در واقع در کار درمانگری جز فیلسوفان کلاسیک یونان، به خصوص اپیکور، اجداد روشنفکر خود را همپایه روانپزشکان و روانشناسان بزرگ اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 نظیر پانین، فروید، یونگ، پاولوف، رورشاخ و اسکینر نمی‌دانم. هرچه بیشتر درباره این متفکر شگفت‌آور آتنی یاد می‌گیرم، بیشتر می‌فهمم که اپیکور از پیشگامان روان درمانگری بوده است. در سراسر این کتاب از عقاید او استفاده خواهم کرد. اپیکور کمی پس از مرگ افلاطون به دنیا آمد و در 270 از دنیا رفت. خیلی‌ها با نام او از طریق واژه اپیکور یا اپیکوری آشنایی دارند. این واژه کسی را وصف می‌کند که پیرو لذت‌های ناب نفسانی، خصوصاً خور و نوش خوب است. اما در واقعیت تاریخی اپیکور هوادار لذت نفسانی نبود، بلکه بیش از آن دغدغه نیل به آرامش یا آتاراکسیا را داشت. اپیکور فلسفه طبی را به اجرا گذاشت و در این نکته اصرار ورزید که پزشک تن را معالجه می‌کند و فیلسوف باید جان را مداوا کند. به نظر او فلسفه فقط یک هدف درست داشت: کاهش بدبختی انسان و علت
علل بدبختی چه بود؟ به عقیده اپیکور ترس همه جا حاضر از مرگ. او می گفت تصور ترسناک مرگ ناگزیر با لذت آدمی از زندگی تداخل می کند و هر عیشی را منغص می سازد. اپیکور برای کاهش ترس از مرگ تجارب فکری نیرومند متعددی را بسط داد که شخصا به خود من در رویارویی با اضطراب مرگ کمک کرد و برای یاری به بیمارانم ابزاری در اختیارم گذاشت. در بحثی که به دنبال می آید بارها به این عقاید ارزشمند رجوع خواهم کرد. تجربه شخصی و کار بالینی به من آموخته که این اضطراب مرگ در تمام طول حیات شدت و ضعف می‌گیرد. بچه‌ها از آوان کودکی چاره‌ای جز دیدن نشانه‌های کوچک و بزرگ فناپذیری دوروبر خود ندارند. برگ‌های پژمرده، حشرات و پرندگان مرده و صدها سنگ گور بی‌انتها. بچه‌ها شاید به تقلید پدر و مادر خود تماشا کنند و به فکر فرو بروند و ساکت بمانند. اگر نگرانی خود را آشکار کنند، پدر و مادرشان ناراحت می‌شوند و حتماً به دلداریشان می‌شتابند. بزرگسالان گاهی جمله‌های دلگرم کننده پیدا می‌کنند یا همه چیز را به آینده دوردست حواله می‌دهند یا با حکایت‌های انکار مرگ درباره رستاخیز، زندگی ابدی، بهشت و دیدار در قیامت نگرانی بچه‌ها را رفع می‌کنند. معمولاً ترس از مرگ از 6 سالگی تا سن بلوغ پنهان می‌شود. سال‌هایی که فروید آن را دوره جنسیت نهانی خوانده است. سپس در دوره بلوغ به شدت و حدت بروز می‌کند. فکر مرگ غالباً نوجوانان را به خود مشغول می‌دارد و معدودی از آنها به فکر خودکشی می‌افتند. امروزه شاید بسیاری از نوبالغ‌ها با تسلط بر مرگ و پراکندن آن در زندگی دوم خود از طریق بازی‌های خشن ویدئویی به اضطراب مرگ پاسخ بدهند. دسته دیگر با شوخی درباره چوبه دار و ترانه‌های طعنه‌آمیز درباره مرگ یا با تماشای فیلم‌های هراسناک همراه دوستان در برابر مرگ مقاومت می‌کنند. من هم در ابتدای دوره بلوغ هفته 2 بار همراه دوستانم به سینمای کوچکی نزدیک مغازه پدرم می‌رفتم و از تماشای فیلم‌های ترسناک جیغ می‌زدیم و با دهان باز فیلم‌های بی‌پایانی را که درباره وحشیگری‌های جنگ جهانی دوم ساخته بودند تماشا می‌کردیم. یادم می‌آید که از بازی سرنوشت و پا گذاشتن به دنیا در 1931 در سکوت به خود می‌لرزیدم. زیرا پسر عمویم هری 5 سال زودتر از من به دنیا آمده و به سربازی رفته و در جریان تهاجم به نورماندی کشته شده بود. بعضی از جوانان با تن در دادن به کارهای خطرناک در برابر مرگ می‌ایستند. یکی از بیماران مذکر من که دستخوش تشویش‌های متعدد بود و مدام خوف آن داشت که فاجعه‌ای بزرگ بروز کند به من گفت که در 16 سالگی چتر بازی کرده و بیش از 10-12 بار از هواپیما پریده است. حالا که به گذشته نگاه می‌کند عقیده دارد که این راهی برای مقابله با ترس مدامش از فناپذیری خودش بوده است. رفته رفته با پشت سر گذاشتن نوجوانی دغدغه مرگ جای خود را به 2 وظیفه بزرگ دوره جوانی می‌دهد: دنبال کردن کار مناسب و تشکیل خانواده. سپس 3 دهه بعد وقتی بچه‌ها از خانه رفتند و سن بازنشستگی رسید، بحران میانسالی بر سر ما آوار می‌شود و بار دیگر اضطراب از مرگ به شدت بروز می‌کند. وقتی به اوج زندگی می‌رسیم و به کوره راه پیش رو نگاه می‌کنیم، در می‌یابیم که این کوره راه دیگر صعود نمی‌کند، بلکه به سوی زوال و نقصان سرازیر می‌شود. از این پس دیگر دغدغه مرگ هرگز از یادمان نمی‌رود. آسان نیست که هر دم سراپا خبردار از مرگ زندگی کنیم. درست مثل آن است که به خورشید خیره شویم. فقط چند لحظه میتوان تاب آورد. از آنجا که بیم و هراس موجب فرش کردن زندگی می شود، روش‌هایی برای هموار کردن ترس از مرگ ابداع می‌کنیم. ادامه حیات خود را
در بچه‌ها می‌جوییم. ثروتمند می‌شویم، مشهور می‌شویم، روز به روز رشد می‌کنیم، در مجامعی شرکت می‌کنیم که از یکدیگر حمایت می‌کنند و در مراسم آنها حضور می‌یابیم یا به نجات دهنده نهایی ایمان می‌آوریم. عده‌ای از آدم‌ها که فوق‌العاده به مسئولیت خود اطمینان دارند، غالباً بدون توجه به دیگران یا به ایمنی خود قهرمانانه زندگی می‌کنند. دسته دیگر می‌کوشند جدایی دردناک مرگ را از راه پیوستن به دیگری تعالی دهند. یعنی با کسی که دوستش بدارند، یک هدف، یک مجمع یا یک موجود الهی. اضطراب مرگ مادر همه مذاهب است که به طرق گوناگون می‌کوشند دلهره فانی بودن انسان را تعدیل کنند. پروردگار چنان که فرهنگ‌های گوناگون وصفش کردند، نه تنها از راه تجسم حیات جاودان رنج فانی بودن را بر ما هموار می‌سازد، بلکه هجران هولناک را با ارائه حضور ابدی جبران می‌کند و طرح روشنی از گذران زندگی پرمعنا به دست می‌دهد. اما با وجود استوارترین و گرامی‌ترین دفاعیات هرگز یکسره از اضطراب مرگ خلاص نمی‌شود. همیشه هست و در یکی از شیارهای مخفی مغز ما کمین کرده است. شاید به قول افلاطون نمی‌توانیم به ژرف‌ترین قسمت وجودمان دروغ بگوییم. اگر من در حدود 300 میلادی شهروند آتن بودم، زمانی که غالباً به آن عصر طلایی فلسفه لقب می‌دهند و هراس مرگ یا کابوسی را از سر می‌گذراندم، برای پاک کردن ذهنم از تار و پود ترس به چه کسی مراجعه می‌کردم؟ احتمال دارد که به هر زحمتی شده خود را به محافل بحث می‌رساندم. یعنی قسمتی از آتن که بسیاری از مدارس مهم فلسفه در آن بود. از جلوی آکادمی که افلاطون بنیانگذارش بود و اکنون برادرزاده‌اش اسپوسیپوس آن را اداره می‌کرد می‌گذشتم. همینطور از جلوی لیسه، مدرسه ارسطو که خود زمانی شاگرد افلاطون بود، اما از نظر فلسفی بیش از آن با او اختلاف داشت که جانشینش باشد. از جلوی مدارس رواقیون و کلویون هم می‌گذشتم و فیلسوفان دورگرد را که به جستجوی شاگرد بودند نادیده می‌گرفتم. سرآخر به باغ اپیکور می‌رسیدم و به گمانم در همینجا یاری می‌طلبیدم. امروزه اگر اضطراب مرگ خوره جان کسی شود، به کجا رو بیاورد؟ بعضی از خانوادهشان کمک می‌گیرند. بعضی برای درمان سراغ کلیسا می‌روند و شاید دسته‌ای هم به چنین کتابی روی بیاورند. من با عده زیادی که از مرگ می‌ترسیدند کار کردم. عقیده دارم ملاحظات، اندیشه‌ها و مداخلاتی که در طول یک عمر کار درمانی گسترش داده‌ام به آنهایی که نمی‌توانند دست تنها اضطراب مرگ را بتازانند کمک شایانی می‌کند و بصیرت لازم را به ایشان می‌دهد. می‌خواهم در همین فصل اول تأکید کنم که ترس از مرگ مشکلاتی به بار می‌آورد که شاید در وهله اول به طور مستقیم به فناپذیری مربوط نباشد. مرگ دامنه فراخی دارد و تأثیر آن غالباً پوشیده است. هرچند ترس از مرگ دسته‌ای از مردم را پاک فلج می‌کند. غالب اوقات این ترس تغییر شکل می‌دهد و به صورت علائم بیماری بروز می‌کند که ظاهراً هیچ ربطی به فناپذیری شخص ندارد. فروید عقیده داشت بیشتر ثمرات آسیب‌شناسی روانی از امیال سرکوفته جنسی شخص فراهم می‌آید. معتقدم این نظر بسیار تنگ است. من در کار بالینی خود به این درک رسیدم که ما نه فقط امیال جنسی بلکه کل خویشتن آفریده خویش و به ویژه سرشت پایان پذیر خود را سرکوب می‌کنیم. در فصل دوم درباره راه‌های تشخیص اضطراب مرگ نهفته بحث خواهم کرد. تعداد زیادی از مردم اضطراب، افسردگی و سایر نشانه‌های بیماری را دارند که محرکشان ترس از مرگ است. در این فصل و همچنین در فصل‌های پس از آن نظرگاه‌های خود را با توجه به موارد بالینی و شاگردهای طبابت خود و همچنین داستان‌هایی از فیلم‌ها و ادبیات شرح می‌دهم. در فصل سوم نشان خواهم داد که لزومی ندارد رویارویی با مرگ منجر به ناامیدی شود و
مقصود زندگی را از آن بگیرد. برعکس میتواند انسان را به زندگی سرشارتر تشویق کند. تز اصلی این فصل چنین است: هرچند مادیت مرگ نابود ما میکند، فکر مرگ نجات ما میدهد. فصل 4 برخی عقاید نیرومند را که فیلسوفان، درمانگران، نویسندگان و هنرمندان در غلبه بر ترس از مرگ مسلم می‌دانند شرح می‌دهد و درباره‌شان بحث می‌کند. اما همانطور که در فصل 5 پیشنهاد شده، شاید عقاید به تنهایی نتوانند با واهمه‌ای که مرگ را احاطه کرده همسری کنند. مهمترین یاور ما در خیره شدن به مرگ همگامی عقاید و ارتباط انسانی است و من راه‌های عملی بسیاری برای به کار بستن این همگامی در زندگی روزمره به دست خواهم داد. این کتاب نظرگاهی را بر اساس مشاهداتم درباره کسانی که از من یاری طلبیدند ارائه می‌دهد. اما از آنجا که مشاهده‌گر همیشه بر آنچه مشاهده می‌کند تأثیر می‌گذارد، در فصل 6 مشاهده‌گر را محک می‌زنم و از خاطرات و تجارت شخصی خود درباره مرگ و برداشتم از فناپذیری سخن به میان می‌آورم. من هم با فکر فناپذیری دست و پنجه نرم کردم و به عنوان کسی که حرفش ایجاب می‌کند در تمام عمر با اضطراب مرگ سر و کار داشته باشد و مردی که سایه مرگ را هرچه نزدیکتر می‌بیند، می‌خواهم درباره تجربه‌ام از اضطراب مرگ روشن و بی‌ریا حرف بزنم. در فصل 7 دستوراتی برای درمانگران ارائه می شود در قالب موارد درمانگران از کار مستقیم روی اضطراب مرگ روگردانند. شاید علتش این باشد که از رویارویی با دغدغه خود اکراه دارند. اما مهمتر این است که مدارس حرفه‌ای در زمینه برداشت هستی شناختی چندان چیزی نمی‌آموزند. درمانگران جوان به من گفتند چون نمی‌دانند با پاسخهایی که به آنها می‌رسند چه کنند. چندان در عمق اضطراب مرگ کند و کاو نمی‌کنند. درمانگران برای کمک به کسانی که گرفتار اضطراب مرگ شده‌اند نیازمند رشد عقاید تازه و نوع تازه ارتباط با بیمارانند. هرچند این فصل خطاب به درمانگران است، کوشیده‌ام از اصطلاحات خاص حرفه‌ای دوری کنم و امیدوارم نشر کتاب به کفایت برای همه خوانندگان قابل استفاده باشد. شاید بپرسید چرا به چنین موضوع ناخوشایند ترسناکی می‌پردازیم؟ چرا به خورشید خیره شویم؟ چرا به پند آدولف میر، پیشکسوت محترم روانپزشکی امریکایی گوش نکنیم؟ او یک قرن قبل به روانپزشکان هشدار داد و گفت جایی را که نمی‌خارد نخارانید. چرا با تاریک‌ترین و تغییر ناپذیرترین جنبه زندگی دست به گریبان شویم؟ در واقع در سالهای اخیر پیشرفت‌های مراقبت‌های بهداشتی، درمان کوتاه، کنترل علائم بیماری و کوشش در تغییر الگوهای تفکر فقط این نظرگاه تعصب‌آمیز را تشدید کرده است. اما مرگ جای خارش است. خارش مدام حس می شود. پیوسته با ماست. درست زیر لایه آگاهی به دری در درون ما چنگ می زند. نرم ورور می کند و صدایش به زحمت شنیده می شود. تصور مرگ که تغییر شکل داده و پنهان شده خود را به اشکال گوناگون علائم بیماری نشان می دهد و منبع بسیاری از نگرانی ها، فشارهای روانی و کشاکش های درونی ماست. من به عنوان کسی که با مرگ فاصله چندان زیادی ندارد و به عنوان روانپزشکی که چند دهه با اضطراب مرگ سر و کار داشتم، با تمام وجود خود احساس می کنم که رویارویی با مرگ می گذرد. نه تنها در جعبه پاندورای نفرت انگیز را باز کنیم، بلکه در زندگی سرشارتر و کرداری توأم با شفقت را به روی ما می گشاید. پس این کتاب را خوشبینانه ارائه می کنم. عقیده دارم کمکتان می کنم که چشم در چشم مرگ بدوزید و با این کار نه تنها از ترس از مرگ بکاهید، بلکه به زندگیتان غنای بیشتری بدهید. فصل 2. تشخیص اضطراب مرگ. مرگ همه چیز است و هیچ نیست. کرم‌ها به درون و بیرون می‌خزند. هر کس به شیوه خودش از مرگ می‌ترسد. برای بعضی از مردم اضطراب مرگ
موسیقی متن زندگی است و هیچ فعالیتی موجب این فکر نمی شود که لحظه خاصی دوباره برمیگردد. حتی فیلمی قدیمی برای آنهایی که از این فکر دست نمی کشند که اکنون همه بازیگرانش خاک شده‌اند گزنده است. برای دسته دیگر این اضطراب جنجالی‌تر و آشفته‌تر است. ساعت 3 صبح بروز می‌کند و آنها را به نفس زدن می‌اندازد. این فکر به آنها هجوم می‌آورد که آنها هم به زودی مثل دوروبری‌های دیگر می‌میرند. عده‌ای هم اسیر و وهم خاص هستند که مرگشان نزدیک است. تفنگی که به سرشان نشانه رفته، یک جوخه مرگ نازی‌ها، قطاری که رعدآسا به سویشان می‌تازد، افتادن از پل یا آسمان خراش. صحنه‌های مرگ اشکال زنده‌ای به خود می‌گیرد. یکی در تابوتی حبس می‌شود و سوراخ‌های بینی‌اش پر از خاک است. اما از اینکه تا ابد در تاریکی دراز کشیده خبر دارد، دیگری می‌ترسد نبیند و نشنود. یا کسی را که دوست دارد لمس نکند. دسته‌ای وحشت می‌کنند از اینکه زیر زمین باشند، حال آنکه دوستانشان روی زمینند. زندگی ادامه خواهد داشت بی آنکه آدم بداند سر خانواده، دوستان یا دنیایش چه می‌آید. هر کدام از ما شب‌ها که می‌خوابیم یا وقتی با داروی بیهوشی به اغما می‌رویم، طعم مرگ را می‌چشیم. مرگ و خواب در واژگان یونان به هم نزدیکند. میلان کندرا، رمان‌نویس اگزیستانسیالیست چک میگوید که ما از راه فراموشی مزه مرگ را میچشیم. آنچه درباره مرگ ترسناکتر از فقدان آینده نیست، بلکه فقدان گذشته است. در واقع عمل فراموشی شکلی از مرگ است که پیوسته در دل زندگی حضور دارد. خب دیگه زمان به من اجازه نمیده که بیشتر از این کتاب زیبا رو برای شما بخونم. اگر از این کتاب خوشتون اومده حتما برای خودتون تهیه کنید و تا انتها بخونید. حتما اضطراب شما رو کاهش میده. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.